پول در بیار. حتی اگه کم پول در بیار. حتی اگه یواشکی باید کار کنی پول در بیار. حتی اگه سخت پول در میاری هم به پول در آوردن ادامه بده. پولی که در میاری هم با بقیه مقایسه نکن که ببینی کمه یا زیاد. تو فقط در بیار. اندازه خودت پول در بیار. یواش یواش اندازت بزرگ میشه. با فکر اینکه وای من همش انقدر در میارم مگه به چی میرسه و به چه درد میخوره از پول در آوردن دست نکش. به اسم اینکه وای تو این مملکت که نمیشه به چیزی رسید از پول در آوردن دست نکش. وقتی پول در آوردن برات به عادت تبدیل شد یاد بگیر هر چی که در ماه در میاری نصفش خرج میشه نصفش پسنداز و انقدر پسنداز میکنی تا جایی که جمع پسندازت بیشتر از 1 سال مخارجت باشه. بعدم شروع میکنی سرمایه گذاری کردن. سرمایه گذاری کوچیک و بلند مدت. هر جا هم میشینی نمیگی من فلان قد تو بورس دارم، فلان قد طلا دارم، فلان قد چی دارم و چی دارم و چی دارم. لازم نیست پوزشو بدی، فقط دهنتو ببند. اگر پول نداشته باشی قدرت بیرون اومدن از تصمیمای اشتباه هم نداری. اون وقت ریسک پذیریت کمتر میشه، حس